بچه‌ها درس 5 عربی نهم در رابطه با فعل نهی هستش. ما تو درس 4 فعل امر رو خوندیم. من الان دارم کاملا باهاتون فارسی صحبت میکنم و تقاضایی که ازتون دارم این هستش که شما اول فارسی رو متوجه بشید، بعد بریم سراغ عربیش. در فارسی فعل امر کاملا برامون واضحه. میگیم یه فعل دستوریه. بخواب نخواب، برو نرو، بیا، بخور، بشین، اینها افعال دستوری هستن. درسته بچه ها؟ امر، بخواب نقطش. خب افعال دستوری هستن. حالا بچه ها فعل نهی چیه؟ فعل نهی همون فعل امریه که منفی شده. یعنی چی؟ یعنی من دارم به یکی دستور میدم که بخواب، حالا میخوام نهیش کنم از خوابیدن، میخوام منفی کنم اون فعلو، بهش میگم نخواب. پس فعل نهی همون فعل امریه که منفی شده. فعل امر رو خوندیم، کامل براتون توضیح دادم. حالا بریم سراغ ساخته فعل نهی. بچه‌ها اولا اینکه فعل نهی از فعل مضارعی ساخته میشه که مخاطب باشه. مخاطب باشه یعنی چی؟ یعنی تو و شما. تو شما تو عربی چی میشه؟ انت و انت، انتم انتن انتما و انتما. خب مرحله اولش اینه که فعلی که مضارع باشه و مخاطب. مرحله دوم بچه‌ها آخر اون فعلمون، این خیلی مهمه، آخر اون فعلمون ساکن میشه. اگر نون بود اون نون حذف میشه. اگر به غیر از صیغه انتون نه، اگر او بود اون علامت تبدیل به ساکن میشه. من یک بار دیگه الان براتون کامل توضیح میدم، لطفا خوب گوش بدید و بعد تو ویدیو بعدی مثال میزنم حل میکنیم. فعل نهی بچه‌ها همون امر منفی هستش. ما توی فارسی میخوایم یک نفر رو امر کنیم، دستور بدیم، بگیم برو، بخور، بشین. حالا میخوایم اینو منفی کنیم، میشه چی؟ نخور، نرو، نشین. فعل نهی پس همون امر منفیه. حالا ساختش چجوریه؟ 2 تا راه داره. یکی این که کلا از فعل مضارعی ساخته میشه که مخاطبه. یعنی بچه ها از صیغه های هو و هیه و هنه و انا و اینا ساخته نمیشه. و دومین مرحلهش اینه که آخرش ساکنه. اگه نون داشته باشه حذف میشه، علامت داشته باشه تبدیل به ساکن میشه. بچه اینو بدونین فعل نهی دزد آخره، میاد آخرین حرف کلمه ما رو میدزده. حالا ویدیوی بعد مثالاشو ببینید.